مرد که آمد نمیگوید تو پرزیدنت هستی، ملا هست، یک بریدن نان خاک باشد و آبی ورزاب با افسانه، چون که ان همین جدم سطح پستی معرفت ناکی و بیسوادی است. این اول، دیگر چی خرافات. ما مردم را در دوام قریب 30 سال گرسنه نگذاشتیم. چی زودتر جشن بگیم که عید سعید فطر رو قربان بیاد و نرخ ورداران درآمدی بیشتر گیرند. اینا میخوام تاکید نمایم که مردم ما نباید به تهلکه افتاده به سخن شخصان واهمه‌چی و هنگامه طلب باور کنند، بلکه به معلوماتی که از طرف مقامات رسمی دولتی هر روز از طریق واسطه‌های اخبار عامه از جمله شبکه‌های تلویزیون و رادیو پیشنهاد می‌گردد تکیه نمایند. مردم ما روزهای از این هم سخت و وزین را از سر گذراندند. مثلا سالهای جنگ شهروندی، یعنی سالهای 92-93، ساکنان ناحیه فرخان و میر سعید علی احمدانی سابق ولایت کولاب که از جانب مخالفین برابری حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت اسلام در محاصره آذوقه یعنی اقتصادی قرار داشتند، از ناعلاجی به استعمال هر گونه گیاها و مواد آذوقه پس‌صفت مجبور شدند و به بیماری گلاتروپ گرفتار گردیده هزارها نفر آنها تلف یافتند. یعنی حتی کنجاره را خوردن نیافتند. این نان نبود. سبب گرفتار کسل شدن هم همین کار حتی به جای رسیده بود که ما از کشورهای همسایه بیمارخانه های صحرایی آورده بیماران را در آنها جای کردیم و به طبابت فرا گرفتیم. یعنی در دو ناحیه نه مکتب، حتی باشگاه های صحرایی پر بودند. بعدا ما از همسایه از روسیه ازبکستان دعوت کرده هسپتال های صحرایی در مردم را جا کرد. مردم ما باید در خاطر داشته باشند که دولت و حکومت مملکت برای هر گونه حالتهای احتمالی ذخیره کافی مواد آذوقه را دارد و نمیگذارد که اهالی کشور به آذوقه و دارواری ماند. من چندین سال باز تاکید میکنم به مردم که ذخیره حتمی مواد غذایی 2 ساله را داشته باشید. من در نظر دارم مخصوصا در دیهات هست نمادهای مواد غذایی که 2 سال نگاه داشته می شود. حتی در شهر لوبیاگی ها را در بانک ها مانده 2 سال زیاد می ایستد در جای خشک. در وقت ضروری استفاده می برید و کشتی تکراری برای چی؟ مواد غذایی خود را تامین کنیم. شده ایستاد است. غیر این صدها هزار تن ما مواد غذایی بس خارجیت صادرات کرده ایستادیم. تامین امنیت جامعه و آسایش شهروندان با استفاده از تمام ذخیره و امکانیت ها وظیفه اولین درجه دولت می باشد. ما مردم را در دوام قریب 30 سال گرسنه نگذاشتیم، نخواهد که در شرایط آسایشته به گرسنگی و اذیت کشیدن خلقمان را دهیم. بنابراین به تمام مردم شریف تاجیکستان از جمله شما حاضرین گرامی مراجعت میکنم که به جای باور کردن به هر گونه شخصان هنگامه طلب و خریداری مقدار زیادی محصولات خوراکی با قاعده‌های بهداشت شخصی، تازگی و آزاد نگاه داشتن منزل زیست، جای کار و محل اقامت خود اعتبار جدی دهند. یعنی گیگین شخصی و جمعیتی را رعایت کرده نکنند. چرا آوازه دروازه وای میکنید؟ برای چی تیز باور میکنیم؟ زود باور هستیم. ساده نه، زود باور میکنیم. به هنگامه به افسانه، چون که ان همین جدم سطح پستی معرفت ناکی و بیسوادی است. این اول، دیگر چی خرافات. سال بود که در شهر دوشنبه در یک شبانه روز 280 تن نان میپختیم، مردم را نمیرسید. در یکی از سفرها من بودم، معلومات دادن که در شهر دوشنبه 80 تن آرد مانده است. چیکار کنیم؟ من تمام این دولت آن دولت را پرسیده وای کردم، کسی کمک نکرد. 1 تن طلا داشتیم، من طلا را با آرد عوض کرده همون شبانه تشکیل کردم با واسطه طیاره ها به دوشنبه آرد آوردم که مردم گرسنه نمانند.
این کارا هنگام جورا همون طایفه مردمی هست که نه مسلمانیشون معلوم است نه دنیویتشون. در جهان اسلام در وقت عید و جشن‌ها، عید سعیدی رمضان و عید قربان، تمام نمود محصولات ها را تا 40% ارزان میکنند که بیشتر ثواب گیرند، ثواب بیشتر گیرند. و در ما برعکس تاجرها و ما خدا میگه که هر چی زودتر جشن بگیم که عید سعیدی فطر و قربان بیاد و نرخ دارن درآمدی بیشتر گیرند. اینا مسلمانی یعنی مقاله همون گرز سوزد و دیگ جوشه. همه گونه بیماری های استراحتی در نتیجه رعایت نکردن قاعده های بهداشتی و تازگی پنهان می شود. پیش از همه سلامتی هر یک شخص در دست خودش است. بعد اون مریض دیگر که گذشت، بعد دکتر را مراجعت میکنیم، دیگر میکنیم. و هر شخصی که خودش را نگاه میکند، عائله خودش را تازه آزاده نگاه میکند، با یگان کسل گرفتار نمیشود. عصب آرام باشد در عائله، زندگی خوب باشد، یک بریده نان خاک باشد و آبی ورزاب و صحت سالم باشد. کدام مریض را، کدام شخصی که دم مرگ است پولش رهانده است، ماشین قیمتش رهانده است. چرا؟ مرد که آمد نمیگوید تو پرزیدنت هستی، ملا هستی، صاحب کار هستی، میبرد دیگر. برای همین تکرار به تکرار میگویم شما من از همتان از عائله دست و پنجه شستن. من نگاه میکنم تلویزیون قطعتان نشان خیلی سالایی که بود مادرای ما کردن، خمیر کردن، دست و پنجه شان خیلی میشوشن چی که بود. لیکن زمانه دیگر است که حالی هست چیزهای دستپوشی یک کرتا پوشیده مسی خمیر میکنیم، سمانک میکنیم، میپزیم و میکنیم، گرفته احتیاط کردن در کار. حتی نمیشان میتیم در جایی که نمایش ها است خوراکا را نگاه کردن و که تیار کردن مذاکر که احتیاط کنیم که به دیگران ضرر یا کسل اینفکسیونی پهن نکنیم. این از خود ما وابستگی دارد. و دولت تمامی چاره ها را میبیند که تامین امنیت ملت و دولت خود را، سلامتی آن را نگاه دارد. تمامی تدبیرات، نه اینکه یک بستنی مکتب یا اینکه دیگر. و امروز بینید حتی خانه خدا را رفتن حاجی را بستند. برای چی؟ برای نگاه داشتن سلامتی مردمشان. اکثریت مکتب ها را چهارمینه های بین المللی را قطع کردند. برای چی؟ برای امنیت سلامتی شهروندان. ما در یک جایی اگر آنچه که من امروز گفته ایستادم طبیبان متخصصان گام میزنند رعایت کنیم، در عائله از عائله سر میشود، از خانه و در کاشانه، از شهرک، از محل زیست تازه و آزاده باشد، یگان اینفکسیون نزدیک ما و شما نمیشه. ما مردم تاجیک زیبا پرستیم. نوروز زیبایی پرستی را طلب میکنند. اصلا زیبایی پرستی است، تازگی است، آزادگی را میپرستند. تاکید میسازم که بجای آراستن دسترخوان پردبدبه و نمایشگرانه و گذراندن مرکه‌های زیادتی به تعمیر و تجدید خانه کاشانه و مهیا کردن شرایط زمانوی زندگی اعتبار دادن ضرور است. همچنین میخواهم توجه مادران بانوان محترم بار دیگر با مسئله رعایت رسم و آیین‌های ملی از جمله طرز لباسپوشی خصوصا در ناحیه‌های اطراف پایتخت مملکت جلب نمایند. تقلید به لباسپوشی بیگانه یعنی بیگانه پرستی نشانه واضحی بی‌فرهنگی و بی‌معرفتی و گذشته از این جهالت است و عاقبت خوب ندارد. با سن سال نگاه کرده بایست وقتی کلان سال شد چقدر زیبنده است. مادران ما اگر سن سالش هم رفته باشد یا داکر رومالی سفید کند چقدر با آژنگ های ویش را چقدر زیبا میکنند، نور میبخشد. چرا ما به بیگانه بررسی میکنیم؟ من نمیفهمم. قانون جمهوری پاکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، مسائل در روی انسان دوستی، افتخار وطنداری و احترام ارزش‌های فرهنگی ملی و بشری، تربیت کردن فرزندان و حمایت حقوق و منفعت‌های آنها را تنظیم می‌نماید. در برابر اینکه
پدر و مادر در مسئله تعلیم و تربیت فرزند مسئولیت دارند، فرزندان نیز مسئولند که عزت و احترام پدر و مادر را بجا آورند و آنها را هنگام کلانساری و پیری نگاهبانی کنند. ما این مسئله را در کنستیتوسیا و دیگر قانون‌ها پیش بینی کرده ایم، چونکه نه همه فرزندان در وقتی سن سال کمالات پدر و مادر عموما سالش خطی خبر نمیگیرند. پدر و مادر این کمالات جوانیش دبی نگفت، خب اروپا نگفت، امریکا نگفت، تولد کرد، گفت، شکمش نخورد، تنش نپوشید، فرزند گفته عمرش دور کرد، نخواد. فرزند برای چی؟ فرزند وظیفه‌اش است. برای همین قانون ده آن فرزندانی که پدر و مادر خود را نگاه بین نمی کنند در نزد قانون جا میگن. زیرا پدر و مادر طوری که گفته شد تمام امکانیت های خود را با فرزند خود از لحظه تولد تا به کمال رسیدن او صرف میکنند. از این نیاز فرزندان نیز وظیفه‌دار و عهده‌دارند که به والدین خود غمخواری کنند. در شرایط کنونی ما باید به تربیت فرزندان بیشتر دقت دهیم، آنها را به دانش اندوزی و از خود کردن کسب هنر سفربر سازیم و فعالیت هر روزه‌شان را زیر نظارت قرار دهیم. ما باید تمام چاره‌ها را اندیشیم که در 5 سال آینده هر یک شخص و در نوبت اول جوانان صاحب کسب و هنر گردند. زنان و بانوان ارجمند ما و تمام ساکنان مملکت، خصوصا امروزها که جشن نوروز سال نو اجدادی ما نزدیک شده ایستاده است، باید به مسئله تازه و آزاده و آباد و زیبا کردن منزل زیست و محل استقامت خود اعتبار اولین درجه دهند. زیرا مردم باستانی ما هر گونه جشن و معرکه را با خانه آباد و روحیه بالیده برگزار میکنند. مادران عزیز و بانوان محترم، باعث افتخار است که زنان و دختران هنرمند تاجیک غیر از کار و فعالیت پرثمر در ساحه‌های مختلف کشور در آزمون‌های منطقوی و بین‌المللی نیز اشتراک کرده صاحب جایزه و جایهای افتخاری گردیده ایستاده‌اند. محصول ایجاد بانوان هنرمند و چیوران و زرگران تاجیک نیز در یک چند نمایشگاه سطحی منطقوی جهانی گذاشته شده مهارت و استعداد زنان و بانوان ماهر ما بهای بلند گرفت. در حقیقت زنان و بانوان تاجیک با صبر و تحمل، عفت و پارسایی، مهر و صداقت و گذشته از این با کار و پیکار سازنده و زحمت صافدلانه نام زن مادر را محبوبی قلب‌ها گردانیده. طوری که علامه اقبال میگوید زن چراغ پرنور خانواده، به زن خانه تاریک است. مرکز مهر، نماینده عشق، پاکی، نمونه محبت و دوستی و چشمه بخشش است. ما پدر داشتیم، مادر داشتیم، برادر داشتیم، نیستن. چکار کنیم؟ چکار میکنیم که جا خالی است؟ پیش از مرگش مادرم همراه هم بود. یک سوالش دادم: بچه جان، برای چی در خردسالی در طبق اول شیری تصفانه میریختین و مسکه میانداختین، باز یک چینی دوغ دیگر میانداختین؟ این چی معنا داشت؟ بعد خندیدن. گفتم پسرم حاضرم همین نفهمیدی سیرش. گفتم نه، اگر همه شیره که شما را میدادم همراه برادر و خواهر و پدرتان، چی را من جروات میکردم، مسکه میکردم، روغن میکردم؟ مثلا روغن کم بود؟ نبود. خب مهمان ما قبول میکردم، تحمل میکردم، فطیر مسکه میکردم. چیل من از شکم شما کم کم میدوزیدم،
صرفه میکردم وای میکردم با همسایا یک کس میومد گوش کم بود چارو کم بود نبود همه نداشت این مثل حاضر نبود حالی گوشتم میبین فراوان چقدر من رئیس جمهور بودم وقتی پهلوی مادرم میشتم سخنایی که میکردن لحظه های زندگی را به یاد میآوردیم تمامی خستگی کارم آرامی عصبم من در نزد مادر میدیدم در صحبت او مادراتان دوست دارید پدراتان دوست دارید عزت و احترام کنید بعد ساعتش میرسد که دیگر نمیابین افسوس میکنید دیگر سود ندارد در زندگیشان تبابتشان کنید خدمتشان به جا بیارید از این دنیا ناامید نمیروند در سیر میشوند با مقصدش وقتی پدر و مادر باید همون میروند ما شما هم سرماده آهان نمیگیریم کردیم خدمت فرزندان ما شما با ما شما خدمت میکنند هیچگاه از خود رفتن در کار نیست شاه است امیر است پیغمبر است عالم است ملاح است اشان است شاعر است نویسنده است کسی نباشد صرف نظر از منصب از زیر دامان پاک مادر به دنیا آمده است اگر مادر نمی بود نه پیغمبر بود نه پرزیدنت بود نه امیر بود نه شاه بود نه ما و شما ما به هنر و استعداد کوشش و غیرت قابلیت تشکیلاتچگی و مهارت کاردانی مادران و بانوان عزیزمان تحسین خوانده باور داریم که آنها در آینده نیز در تطبیق سیاست دولت و حکومت کشور پیشرفت جامعه و آبادی وطن محبوبمان نقش شایسته خود را میگذارند. در آخر بار دیگر همه شما مادران مونس و غمخوار بانوان خوشبخت و سربلند و دختران با غیرت و وطن دوست را به مناسبت روز مادر صمیمانه تبریک گفته و هر یک شما پیش از همه سلامتی عمر درازی با برکت روزگاری آباد خوشبختی و اقبال نیک آرزو می نمایم. روز مادر مبارک مادران و بانوان عزیز.